بیننده‌های عزیز، تصاویر از لالیگا اسپانیا را با هم تماشا کردیم. بارسلونا باخت و همچنان رئال مادرید هم بازی خود مساوی کرد. همچنان اتلتیکو مادرید هم که منتظر لغزش رئال و بارسا است بازی خود پیروز شد و پیروز شد و صدرنشین شد. محمود جان، این هفته در هفته قبلی که خودت حضور نداشتی، در یک هفته زندگی نامه نادیه ندیم برای بیننده‌های عزیز در نظر گرفته بودیم و هفته بعد هم از کاپیتان شایسته را این هفته می‌بینیم زندگی نامه زبیر امیری رونالدوی افغانستان با هم تماشا می‌کنیم. زبیر امیری از تیم 19 ساله های آشافنبورگ تا مبدل شدن به ستاره تیم ملی فوتبال افغانستان. زبیر امیری در 20 می سال 1990 در کابل به دنیا آمد و زمانی که خیلی کوچک بود فامیلش به دلیل جنگ‌های داخلی افغانستان را به مقصد آلمان ترک کردند و این بازیکن فوتبال خود را در آلمان شروع کرد. او با 25 سال سن و 185 سانتی متر قد یکی از بازیکنان بلند قامت افغانستان به شمار می آید. او توانایی بازی کردن با هر دو پا را دارد و پست تخصصیش هافبک هجومی می باشد. زبیر امیری زمانی که نوجوان بود فوتبال خود را از تیم پایه‌ای آشافنبورگ آغاز کرد و در تیم زیر 19 سال این باشگاه بازی کرد و در سال 2009 به تیم بزرگسالان این باشگاه را پیدا کرد. او در سال 2010 از این باشگاه به آینتراخت فرانکفورت 2 رفت و یک سال بعد یعنی در سال 2011 به باشگاه ویرسلوس پیوست و در اواخر همان سال به باشگاه بایرن آلزینو انتقال پیدا کرد. امیری بعد از یک سال دوباره به باشگاه اولش یعنی آشافنبورگ نقل مکان کرد و بعد از مدت کوتاهی به باشگاه بایرن آلزینو که این هم یکی از باشگاه سابق او به شمار می آمد انتقال پیدا کرد و سرانجام در سال 2014 از بایرن آلزینو به هیسن درایش در لیگ 5 آلمان پیوست و تا حال در این باشگاه بازی می کند. او هم اکنون با خیبر امانی و عباسین علی خیل دو ملی پشت دیگر افغانستان در این باشگاه هم تیمی می باشد و در سال 2016 با این باشگاه به گل‌های سرنوشت سازی دست پیدا کرد. امیری در سال 2015 پس از انتصاب سلوان اسکلیزیچ به تیم ملی افغانستان دعوت شد و در اولین مسابقه مقابل ژاپن برای تیم ملی افغانستان به میدان رفت و سپس در 4 مسابقه حساس افغانستان در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه مقابل تیم‌های ژاپن، سنگاپور، سوریه و کامبوج به صورت ثابت بازی کرد و سپس با تیم ملی فوتبال افغانستان به مسابقات جنوب آسیا اشتراک کرد که با افغانستان نایب قهرمان این مسابقات گردید. زبیر امیری در بازی‌های جنوب آسیا درخشش بسیار خوبی داشت و در این بازی‌ها 2 گل و 3 پاس گل برای افغانستان به ثمر رساند. زبیر امیری در یک خانواده فوتبال دوست به دنیا آمده و پسر کاکای او ندیم امیری یکی از بازیکنان جوان باشگاه هوفنهایم می باشد که در بوندسلیگای آلمان بازی می کند و همچنان عضو تیم ملی فوتبال جوانان آلمان نیز است. زبیر امیری را هواداران فوتبال در افغانستان به دلیل شکل و شمایل او به کریستیانو رونالدو به او لقب رونالدوی افغانستان را دادند. همچنان امیری مثل کریستیانو رونالدو شماره 7 را در تیم ملی و باشگاهش به تن می کند. ارزش فعلی زبیر امیری در بازار نقل و انتقالات باشگاهی 50,000 یورو می باشد.
خب زندگی نامه زبیر امیری با هم دیدیم و بعضی بازی‌ها دریبل‌ها و گلایی که در میدان کرد دیدیم گلای زبیر جان امیری را. خب مشعل جان در آخر برنامه قرار داریم یک تشکری کنیم از اسپانسر برنامه شریفی اسپورت که همیشه ما را همراهی میکنند. امیدوار هستم تا هفته بعد که خودمان کم سرحال و قبراق در برنامه بیایم شما را به خدای بزرگ و بی‌همتا میسپارم. خب بیننده عزیز این بود برنامه نیمکت. تا هفته بعد که من و محمود در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. خداوند یار و نگهدارتان.